دیدار امام ابوحنیفه با امام باقر رضی الله عنهم. در روزگار زندگی امام باقر رحمه الله ورضی عنه علمای عادت داشتند که به زیارت ایشون می رفتند و با او صحبت می کردند. از او حدیث می شنیدند و آنها را حفظ و روایت می نمودند. چنانکه از شیوه علمی، عبادت، وارستگی، زهد و ارزش‌های اخلاقی او بهره می بردند. آری علما از اقطار و اکناف جهان از جمله یمن، عراق، شام و مصر به حضورشان شرفیاب می شدند. از آن جمله می توان از سفیان سوری، سفیان بن عینه، حکم بن عتیبه، اوزاعی، عطا، عمرو بن دینار، ابن شهاب زهری و بسیاری دیگر نام برد. روزی امام ابوحنیفه رحمه الله و رضی عنه به زیارت ایشان رفتند. در آن زمان شایع بود که امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه در موارد زیادی برای استنباط احکام فقهی از عقل و رای استفاده می‌کند. از این روی بسیاری او را ملامت می‌کردند. چون امام باقر رحمه الله ورضی عنه با ایشون روبرو شد، با زبان ملامت و عتاب فرمود: شما همان کسی هستید که دین جد مرا با رای و عقل تغییر داده اید. امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه فرمود: لطف بفرمایید بنشینید. شما در نزد من دارای حرمتی هستید که جد شما صلی الله علیه و سلم در زمان حیات در نزد صحابه رضی الله عنهم داشتند. امام باقر رحمه الله ورضی عنه نشستند. آنگاه امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه به پا خاستند و روبروی ایشون ایستادند و فرمودند: من از شما 3 سوال دارم. لطف کنید پاسخ آن را بفرمایید. 1. مرد ضعیفتر است یا زن؟ امام باقر رحمه الله ورضی عنه فرمود: زن ضعیفتر است. امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه فرمود: در میراث سهم زن چقدر است؟ امام باقر رحمه الله ورضی عنه فرمود: مرد 2 سهم دارد و زن 1 سهم. امام ابوحنیفه رحمه الله و رضی عنه فرمود: این همان علم جد شماست. اگر من دین جد شما را تغییر می دادم، بر اساس رای و عقل برای مرد 1 سهم و برای زن 2 سهم در نظر می گرفتم. زیرا زن از مرد ضعیفتر است. که چنین نکردم. 2. نماز فضیلت بیشتر دارد یا روزه؟ امام باقر رحمه الله ورضی عنه فرمود: نماز. امام ابوحنیفه رحمه الله و رضی عنه فرمود: این سخن جد شما صلی الله علیه و سلم است. اگر من شریعت جد شما را بر اساس رای و عقل تغییر می دادم، باید حکم می کردم که زن پس از پاک شدن از حیض نماز را قضا بیاورد، نه روزه را. 3. بول پلیدتر است یا نطفه؟ امام باقر رحمه الله ورضی عنه فرمود: بول پلیدتر است. امام ابوحنیفه رحمه الله و رضی عنه فرمود: اگر من شریعت جد شما صلی الله علیه و سلم را با رای و عقل تغییر داده بودم، باید حکم می کردم که مردم هر بار که برای قضای حاجت می روند غسل کنند و برای نطفه وضو بگیرند. پناه بر خدا که من شریعت جد شما صلی الله علیه و سلم را با رای و عقل تغییر بدهم و یا تغییر داده باشم. امام باقر رحمه الله ورضی عنه برخاستند و امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه را به آغوش گرفته و او را بوسیدند. امام باقر رحمه الله ورضی عنه در اوج علم و فضیلت و معرفت قرار داشتند و هرگز از امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه سخنی شنیده نشده که ایشون را دست کم گرفته باشند، بلکه همواره این امام در دل امام ابوحنیفه رحمه الله ورضی عنه قدر و منزلت ویژه‌ای داشته و همواره از ایشون در نزد توده‌های مردم به نیکی و بزرگی و عظمت یاد می‌کرده است.